زحمت شبانه روزی، استفاده مقصدناک زمین و گرفتن 2-3 حاصل از قطعه زمینی نزد حولگی امکان می‌دهد که احتیاج ساکنان قانع شده از حساب فایده سطح زندگیشان بهتر گردد. ساکنان ناحیه اسپیتامن زمین نزد حولگی و نزد مؤسسه‌ای خود را امروز ثمرناک استفاده برده در آن تا 3 مراتب محصولات کشاورزی کشت می‌نمایند. مخصوصاً به استفاده عاقلانه زمین کارمندان ساحه معارف ناحیه توجه بیشتر ظاهر نموده کوشش دارند تا هر وجب زمین ثمرناک استفاده و از آن فایده گرفته شود. در اول بهار پومیدور، پیاز، بلغاری، بادرینگ، کارتوشکا و چندین نمود دیگری سبزیجات کشت نموده حاصل خوب به دست می‌آورند. دهقانی کسبی پرشرف و نازک است. مهنت خوب برای حاصل دلخواه کفالت می‌دهد. دهقانی خیلی بسیار چیزی نازک است. دهقانی برای آبادانی برای هر یک خاندان نزدش یک وجب زمین هم باید خالی نایستد. یک سال باید حرکت کرده 2-3 محصولات گرفتن در کار. این برای روزگار هر یک خاندان برکه می‌دهد. دهقانی همین خیلی بزرگ است که باید زمین خودت دوست داری، زمین رو همه خیلی دوست داری، وقتش به نرم کنی، وقتش به آبی خوابتی، نگاهی بین کنی، پاروهای بری، پاروهای مینرالی، همین چیزای برده زمین رو نرم کرده، یا خوابای داده خوش شروع کرده، نگاهی بین کنی، البته 1 نه 2 نه 3 حاصل گرفتن ممکن است. غمخواری حکومت جمهوری تاجیکستان جناب عالی همین است که برای ما و شما زمینی کارم جدا کردن. باید قطع کنیم که همه زمین هایی که داریم همه شخص دارد نزد حوزلگی تگ در روی حوله ما باید عاقلانه استفاده بریم. امروز در کجای نبینید کارهای آبادانی رفته ایستاده است. در تاجیکستان دوام سالهای اخیر به ساحه کشاورزی توجه بیشتر داده می شود. این به رشد ساحه اساس شده برای تامین اهالی با محصولات داخلی زمینه خوب است. دهقانان شرفمند ولایت سوغد از جمله ناحیه اسپیتامن می‌کوشند فعالیت ارزنده نشان داده بازارهای کشور را با محصولات ضروری تامین نمایند. واقعا در قیاس به سالهای گذشته گواه می‌گردیم که میوه و سبزیجات‌های تر و تازه نوابسته از فصل سال موجود و دسترسی ساکنان است. جایز تاکید است که افزودن محصولات کشاورزی به ارزان شوی نرخ‌های بازار نیز مساعدت می‌کند. اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیوسته از فعالیت کشاورزان و کارهای منبعی آنها یادآور شده تاکید می‌دارند که استفاده عاقلانه زمین و میدان‌های بیکار خوابیده را به کار درآوردن، بنیاد باغ‌های اینتنسیوی، تشکیل جای‌های نویکاری وظیفه اساسی ماست. استفاده مقصدناک زمین به منفعت هر یکی ما است. اهل آموزگاران کارتوشکا کشتیم، سبزی و غلادانه ها با گرد اطراف مؤسسه کشتیم. باید هر یک وجب زمین درست استفاده برده شود و از آن محصولات ضروری رویانده شود. امروز آموزگاران مؤسسه برای مقصدناک استفاده نمودن هر یک وجب زمین مؤسسه کمر بستند. استفاده ثمرناک و عاقلانه آب و زمین که عامل مهمی رشد ساحه کشاورزی دانسته می شود در شرایط امروزه از مسائل مهم به شمار رفته. در برابر افزون گردیدن حجم استحصال محصولات منبع درآمد هر خواجگی و در عموم اهالی ارزیابی می گردد. کشاورزان و زمینداران ناحیه اسپیتامن با درک این مهمیت در زمین‌های در اختیارشان بوده پرثمر مهنت نموده بهره رویاندن حاصل خوب کمر همت بستند.